سلام وقت شما بخیر. رسول کریمی هستم. من از رادیو فارس دات نت، اولین رادیو اینترنتی فارس به زبان فارسی. امروز 16 نوامبر 2025 و صدای منو میشنوید از استودیو رادیو فارکس. خب با هم دیگه بریم بررسی کنیم ببینیم که طلا تو تایم فریم یک ساعته چیکار کرده و احتمال حرکتش توی هفته آینده به کدوم سمته. خب در تایم فریم یک ساعته می‌بینیم که ما یک محدوده رنج چند هفته‌ای داریم که خیلی ولتایل بوده، خیلی بزرگ بوده. اگر ما برگردیم همینطوری عقب‌تر ببینیم، می‌بینیم که همچین محدوده رنجی ما نداشتیم یا اگر داشتیم خب خیلی با حجم کمتر و عمق کمتری بوده. پس برای ما خیلی مهمه این محدوده، این قسمت عملًا به نظر من میتونه جایگاه تصمیم گیری برای قیمت‌های آینده مخصوصا شروع سال جدید میلادی باشه. خب توی این رنج برای من این محدوده 4160 مهمه. روی محدوده 3920 تا 3930 تقریبا بازم برای من یه محدوده جذاب حمایتی هست و اگر من اینو تقریبا به دو قسمت بخوام تقسیم بکنم به راحتی می‌بینید که این محدوده میانگین رنج ما یه محدوده‌ای که بازار بارها بهش واکنش نشون داده، برای شکستش با قدرت عمل کرده و برای برگشت بهش به صورت مگنتی برگشت. حالا انتظار من چیه؟ انتظار من بذار اینا رو پاک کنم، اینا در تحلیلایی بوده که برای بچه‌ها اینا رو پاک کنم. خط و مجدد براتون بکشم. چه انتظاری دارم؟ انتظار من این بوده که با توجه به برگشت این روند به صورت یه طولک که تو دل خودش هم دوباره یه دونه طولک داره تو تایم فریم پایین‌تر و ایجاد یک اوردر بلاک باحال توی منطقه اوردر بلاک قبلیش، اوردر بلاک FVG قبلیش چون عملاً اینجوری بخوام بگم میشه منطقه اوردر بلاک FVG که برای من خیلی مهم مارکت خودش رو رسونده به این منطقه. خب و با برخورد بهش بلافاصله ریاکشن داده. من انتظار دارم در تایم فریم پایینتر برم بررسی کنم. من انتظار دارم مارکت با برگشتن به این منطقه اوردر بلاک FVGش یه ریاکت خیلی خوب داشته باشه در جهت چی؟ در جهت صعود قیمت و گرفتن سقف‌های بالاترش. حالا سقف‌های بالاترش منظورم سقف‌های هفته پیشه. یعنی این منطقه 4200 و تقریبا 50. خب و عددهای بالاتر رو من تا پایان سال فعلا نمیبینم. فکر میکنم تو همین محدوده ما یه رنج داشته باشیم. اما خب نگاه کنید اینم اون طولگی بود که گفتم توی دل خودش داره. یه دونه طولگ اینجا داشتیم، یه ریاکت، یه دونه طولگ اینجا داریم که به صورت مگنتی به میدلاین تریدینگ رنج خودش خورده. یه ریاکت که این ریاکته به اندازه و تناسب این حجم ریزش نیست و من به همین دلیل و تجربه‌ای که روی طلا دارم انتظار دارم که طلا توی این منطقه تریگر ورود برای بای رو بهمون بده و انتظار دارم حالا تا یک دو روز بعدش بتونیم به 4250 تا برسیم. این نگاه کلی منه و قطعیتی توی این مارکت خودتون میدونین وجود نداره دیگه. هر خبری یا هر اتفاقی میتونه مارکت رو به نفع خودش جابجا کنه. ولی من با نگاه کردن در 4 ساعته دارم به وضوح این عملکرد رو میبینم. این رنجی که اینجا تشکیل شده نیمه دوم رنج برگشت ریاکت به منطقه‌ای که میخواستم، ریاکت دوم مگنت اصلی به میدلاین و ایجاد یه اوردر بلاک کامل توی 4 ساعته، برگشت به یه اوردر بلاک و FVG کامل دوباره توی 4 ساعته. یعنی تو 4 ساعته برای من تایید داره میده. حرف من اینه تو یه ساعته داره برای من تایید میده همینو
توی 15 دقیقه هم داره برا من اینو تایید میده. پس انتظار اصلی من و نگاه اصلی من باید همین باشه. منتظر باشم که مارکت برسه به منطقه‌ای که میخوام توی این اردر بلاک فیجی، توی این منطقه مارکت برسه. من اینو خلوتش کنم. توی منطقه مارکت برسه و اه، جیرایی که میخوام بدم، تصمیمی که میخوام رو بگیرم. اگر مارکت در جایگاهی بود که میتونست رو به بالا حرکت کنه، باهاش برای گرفتن لگ های پشت سر همش ورود کنم. خب امیدوارم موفق و پیروز باشید. اگر میخواید خیلی ساده همینطوری مارکت رو ببینید، پیج رو دنبال کنید، معاملایی که میزنم رو دنبال کنید. همه چیز خیلی ساده است توی پیج من. و من بلاگر نیستم، من اینفلوئنسر نیستم، من یه تریدرم که نشستم دارم نون و ماستمو میخورم و تلاشمو میکنم که بتونم معاملات بهتر و همه رو با شما به اشتراک بذارم. موفق و پیروز باشید و پر